کتابخونه آکاشیک که همون حافظه آکاشیک جاییه که اطلاعات همه موجودات کل کائنات از ابتدای خلقت تا انتهای خلقت به صورت گذشته، حال، آینده توی اون ذخیره میشه و مثل ابر کامپیوتر عمل میکنه و برای همه موجودات کائنات در لحظه به صورت فیزیکی قابل دسترسه، مثل وای فای که ما نمیبینیمش ولی میدونیم اگه چند تا کد بزنیم میتونیم به حد وسیعی از اطلاعات دسترسی داشته باشیم. لایه‌های آکاشیک هم همینن، یه سری کد مرموز دارن و میشه وارد اونها شد. اما این کدای مرموز چیه؟ دیدی قبل از خواب و بعد از بیداری یه وقتایی تجربه خاصی داری، یا اینکه یه جایی وارد میشی فکر میکنی که قبلا اینجا بودی، اینها میتونن از لایه آکاشیک باشن. به طور کلی اگر توجهمون رو یه مقدار از بیرون کم بکنیم و به درونمون بپردازیم، مراقبه و مدیتیشن بکنیم، ممکنه که بتونیم این موج رو با فرکانس لایه‌های آکاشیک تنظیم بکنیم و به اونها دسترسی پیدا بکنیم به صورت خیلی ناچیز. اونایی که رفتن و این تجربه رو داشتن میگن زندگی قبل از این تجربه و بعد از این تجربه بسیار با هم متفاوته و این دسترسی سطح بینش اونها رو واقعا تغییر داده. تو هم دوست داری این تجربه رو داشته باشی؟ برام کامنت کن.